پس از سال 2020 ارزش پتنت برای مهاجران کاری در شهر مسکو روسیه و اطراف آن باز هم گران می شود. قرار مذکور در جلسه ریاست حکومت شهر مسکو گرفته شده است و شهردار مسکو تصمیم قیمت نمودن پتنت را به کاهش دادن سطح جنایتکاری میان مهاجران ارزیابی نموده است. گفته می شود همکنون نرخ پتنت از 5000 روبل روسی تا 5350 روبل گرانتر می شود. ارزش پتنت برای مهاجران مهنتی در مسکو هر سال گفتن است که گران می شود. اگر سال 2018 ارزش پتنت 4500 روبل بود، با گذشت همگی 2 سال آن را تا 5350 روبل قیمتتر نمودند. ارزش میانه پتنت در تمام منطقه های روسیه به 3900 روبل برابر است. قبلا رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین از مقامات درخواست کرده بود که گرفتن پتنت را برای مهاجران مهنتی دسترس کنند و به آن دیگر گرانی را ضمن نکنند. همچنین هفته پیش وزارت مالیه به دومه دولتی لایحه‌ای را پیشنهاد کرده بود که طبق آن باید نظام پتنت از میان برداشته شده مهاجران کاری با سپاریدن انداز رسما با اجازتنامه کاری در کارخانه‌های دولتی روسیه می توانستند کار کنند. در حال سرگئی سابیانین شهردار مسکو از پایین بردن سطح جنایتکاری مهاجران کاری حرف میزند که در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها نفر از قانون‌شکنی‌ها و مناسبت‌های غیر اخلاقی کارمندان مقامات انتظامی نسبت مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی پهن شده است. باید گفت نه فقط در مسکو شرایط حقوقی مهاجران کاری وخیم ارزیابی می‌شود، بلکه در دیگر شهرهای روسیه نیز احوال همین است. برابر بالا رفتن نرخ پتنت و مشکل شدن شرایط بود و باش، وضع حقوقی مهاجران نیز تا رفت بدتر می شود. امروز در شبکه‌های اجتماعی نواری پیدا شد که چند نفر از مهاجران کاری تاجیک در شهر سنت پترزبورگ از مناسبت بد پلیس با لحن تند شکایت می کنند. آنها می گویند در این باره به سفارت تاجیکستان زنگ زده کمک پرسیدند ولی کسی جواب نگفته است. اینا تو چیکار داری گفتی؟ همش عدیله نیرانیشون ته پاسپورت همه گرفتگی ما را در ماشین محکم کردن دوالده که هوا نمیدونه. اینا بچه قریب بوم برا روزی پاسپورت شما در تاز نیست؟ پاسپورت ما گزینه تنیلی چه موجی در میدان ما را پاسپورت نگیستن. این بچه را خلق کردن خطی مویا جویا. اینا بارو نبینه بارو بریده. ای باید ما سردم که داره پیش کن اندک میبرا نمیکنیم قدری توتی که بیچیه پاسول زنگ زدیم اتیچت نمیتیا بگه که توقت که اینا هولی بچه ما ویدیو رولک میکنم پاسول سوه ما دستگیری مردمی توجی که 3 تا نام برنامه خدا انتنری و زنگ زده یکم ما اتیچت نمیکنم چی خیلی دستگیریم براتانا اولی که خطونه برزنی خطونه نمخلی کنه چی خیلی میشن برنامه خدا همتون کو شکمی خطونه فکر میکنه نمیدونن که در اینجا مردمی توجی خیلی از اون کج نیستن. یگان